دوستان وضعتان چی نه؟ بچه ها دیشب با دوستام جرأت حقیقت بازی کردیم. دوستام گفتن یا بزرگترین خلاف زندگی تو بگو یا چی، یا برو رو صخره با کت و شلوار. نگاه الان کجا اومدیم دوستان. منم که از این که کت و شلوار نداشتم رفتم کجا؟ شنیده بودم خانزاد شعبه ایلامشون چهارشنبه پنجشنبه جمعه افتتاحیه دارن. کت و شلوار، جوراب، کفش، کمربند، وی همه چی بچه ها گرفتم. عطر ادکلون، کیف، همه و همه 2 تومن. خدا شاده مفت. خیلی خوشحال شدم. دوست داری با کت و شلوار بیا رو صخره؟ برو خانزاد خرید بکن چهارشنبه پنجشنبه جمعه شعبه ایلام. بیا اینجوری و بیارمت اینجا. میای؟ دوست داری بیا اینجا؟ وی دانا میلاد کرمی و اینقدر خوشتیب دیدیم. خدا وکیلی خوشتیب اینقدر دیدیم منو.